راستی دوستان عزیز نمیخواستم همین نوارا کردن. میدونین چرا؟ این پوچه پدرشون رو ببینین عوارا کردگی است. با همین احوال شب و روز تلاش میکنه، کار میکنه. این طفلک بجز شیر از یک لحظه انا همین شیر بجز همین شیر و پامپرس دیگر یگان چیز استفاده نمیبرد. این ای داری خونه خشونه، این ای داری خونه همسایش. اگر داری خونه شونه ویخته همسایش با اومده نمیتونه نگاه کنه. مهاجرانی که میخواهند سرحد قزاقستان را گذر کنند، من با شما توصیه می‌کنم شرکت محمد تاکسی پارک را. این برادر شما را برده با راحتی کامل برمیگرداند. نرخ‌های دسترس، امنیت و کفالت. خود حاضر با رقم‌هایی که در روی نوار می‌بینید مراجعت کنید و حتما از نام برادرتان صدای امید گپ زنید، برای شما تخفیف یعنی سکیتکا می‌کند. آیا شما از شرکت زیارت شاپ که در شهر مسکو با طبابت گایمارید، هیجاما و تمام داروهای گیاهی برای تمام دردها خبر دارید؟ داروهای گیاهی برای معده، روده، گرده، راه پیشابدان، فربهی، خرابی، مردانگی، زنانه، برای موی سر، خلاص برای تمام دردها خود حاضر شما میتوانید با رقم‌های در روی نوار بودن مراجعت کنید. اگر از نام ما گپ زدید برای شما تخفیف یعنی سکیتکا میکنند. تحویل یعنی دستافکا با تمام شهرهای روسیه و اینچنین با تاجیکستان با شهر دوشنبه وطنی عزیزمون. این ای داری خونه خشونه، این ای داری خونه همسایش. اگر داری خونه شونه ویخته همسایش با اومده نمیتونه نگاه کنه. این همینجا زندگی دارم. این شرایط زندگی. در همینجا هم خوراک میپزنم، آبازی میکنن، هم طهارت میکنن. این همه خانه چک در زندگی میکنن، همه چیشون در یک جای. این عدا داره که محمد جان چه خیرته؟ 7 سال میشوه. 7 سال. یک کودک خوراک را دیدگی نیست، فقط شیر قاق. نگاه کنید. این پوچه هاشون رو ببینید. این پوچه پدرشون رو ببینین عوارا کردگی است. با همین احوال شب و روز تلاش میکنه، کار میکند برای همین کودکک. راستی دوستان عزیز نمیخواستم همین نوارا کردن. میدونین چرا؟ چون که این طفلکی که در نزد ما میبینین این 7 ساله است. جیانی خودم است. دختر عمم فرزندش است. طول 7 سال میشود که در همین حالت گرفتار است. هم سالای امسال با مکتب رفتن. آرزوی هر یک پدر و مادر است که فرزند با مکتب رفتنش ببینند. خیلی دل مادر باور کنین پرطاقت است که در این حالت ها طاقت میکنند. این طفلک بجز شیر از یک لحظه انا همین شیر بجز همین شیر و پامپرس دیگر یگان چیز استفاده نمیبرد. فقط شیر استعمال میکنه. تمام 7 سال میشود که این کودک فقط شیر میخورد. هر روز 140-150 سومون خرج دارد در همین فرزندش. پدرشون با همین پوچه‌ای که معیوب است، اپیراسیون کردگی هست، با همین حالت کار میکنه، روزگار خشونه میبرن. در خونه که شما میبینید خونه خوشتومانش از زندگی میکنه که در اینجا چند فرزند هستند، 3 پسر هستند. یک شخصیت یک حولی را توفه کرده ایشون 2 ساتق زمین است که بیا در همینجا خونه تکنیم به خاطر انا همین کودک. این عزیز این همین حولی است. دوش خیلی صاحبش دیگره این همینجا شه فقط. همین 2 ساتق حولیش این همین سر. از این همینجا این همین خیلی است. این بار نگاه کنید. این همینجا یک در خونه که یک بانچه یک در دلمش کردگی برای همین کودک استوار کار که سامانده کار. این همینجا یک خونه چه که اینه
بیتون شما میریزن همین روز بچه ها پر کرده هستند. دلسوزی را همین سوی به همین حوالی هم توفه کرده است در همین کودک. اینجا دست فتقک زمین نکنیم و بیاین سرجمونه شویم دستگیری کنیم و همین کلبه را برداریم. زمستان نشده بسیار وضعیت وزین در قرار داره. در اینجا زندگی کردن بسیار مشکل است. حالت ایجار اگر شما ببینین بسیار باور کن علم آور است. نفرانی که میخواهند بیان از نزدیک از حال احوال این خاندان خبردار شود، پشت سکاری کوچه احمد دانش 106 مرحمت کنید بیاین یک بار این نزدیک میتونید. کسی که خواهشمند است که دستگیری میکنند و باوری نمیکنند بیاین ببینید. این جیان ردنوی خودم است که من 8 ماه شد خانواده‌مشون گفتن که همه بنوار گیر من نکردم. به کدام خاطر؟ به خاطر که مردم نگه که جیان خود چه برآورده مقصد همینجا در رکلام کرده شده است. ما تا چنین امکان و تواناییمون ما دستگیری میکنیم، کمک میکنیم و بیاین سرجمونه بشویم و دستگیری کنیم. یک کلبه برای همین دادرک مسازیم. به خاطر همین خواهش میکنم از همه شما برادرای عزیز سهم خودتون بگذارین. این کارتای خودشون است، این پدرشون است، این مادر و پدرشون است. مرحمت کنین سهم خودتون بگذارین. نامش محمد جان است، بسیار نام زیبا. خداوند خیلی معیوب به دنیا آمده است، طبابت ندارد، لیکن هیچ پدر و مادر در این حالت ها فرزند نمیپرتویند. قلب مادر بسیار مهربان است. در هر حالتی که باشه فرزند عزیز است برای مادر. ما باور کنم مادرش هر لحظه میبینم و صحبت میکند، باور کنید چشمانم پر میشه، قلبم پر میشه. 7 سال میشه در نمی فرزند نگاه میکند. مقصد که بسیار مشکل است. باور کنید برادر عزیز در خونه که یک معیوب است، یک کسلی است، بانی کردن او بسیار مشکل است. ببینید شیشاش هم بیمار است. از سبب چی؟ از سبب همین خونه نمناک است، نم است، خنکی نفس میکشد و بجز شیر دیگر هیچ چیز نمیخوره. من شخصا از همه صاحبکارا خواهش میکنم اگر کمک کردن خواهین دستگیری کنین و این جیانچه که ما یک خونه چک یک حولی مایدک است. من خودم رفته در امجا همون خونه را میسازم. بجز آنه که هر روز 140-150 سومان خرج دارد، دائم پدر و مادرش همین کودک گرفته به بیمارخانه میبرند، چون که سلامتیش خوب نیست. اما داروهایی که در همین میگیرن باور میکنید چقدر مبلغ میشود. خودتون با نرخ نوای این چیزها رو نقض میدونین. خدا هیچ کس به این حالت ها گرفتار نکند. خدا هیچ کس فرزندش بیمار نکند. خدا به سر هیچ کس این روزا را نآورد. بسیار یک روزی سخت است، بسیار یک روزی درد است. بسیار مجبور شدند چندین جاها دبر آمدن که کمک کنند، دستگیری کنند. راستی نشد از یکم جا. یک چیزه برادرای عزیز، هر یک انسان باید که اول نزدیکان خودش کمک رساند، از همسایه سر کرده و خویش توار همین ها را. لیکن با اون سبب من انتخاب نکردم که مردم دیگر خیلی فکر نکنند. من توصیه دادم که با دیگر شخصایی که در سایه خیر و همین سخاوت کار میکنن با اونها ببرین، اونها دستگیری کنند. لیکن من سبب که خیلی دیگر چند جا مراجعت کردند و نتوانستند، قبولشون نکردند، یعنی که راضی نشدند، مجبور شدم که خودم نوار بگیرم.